عرض سلام و ادب و احترام خدمت همراهان ارزشمندم. امیدوارم هر کجای ایران و جهان صدا و تصویر من احمد نوری رو میبینید پر از حس خوب، پر از انرژی، پر از شادی و نشاط باشید. البته که اگر پر از غم، پر از یأس، پر از ناامیدی هم باشید هیچ اشکالی نداره، چون اون احساسات هم اساساً برای ذات بشر لازم هستن. اگر حستون بده مطمئن باشید پیامی برای شما میخواد بده و اگر حستون خوبه مطمئن باشید که حالتتون خوبه. در هر دو صورت انسان متفکر انسانی است که به تعادل فکر میکنه و من برای همه شما تعادل، تناسب، ترکیب و تقارن رو در زندگی آرزو میکنم. آرزو اندیشی از دید یک فلسفه پژوه چیز درستی نیست، اما بدون آرزو هم انسان‌ها قاعدتاً برای یافتن مسیر همیشه احساس میکنن یک چیز بزرگی رو کم دارن. پس نه آرزو اندیشی در ساحت وهم، بلکه آرزو اندیشی در ساحت هدف رو برای شما میخوام. بریم شروع بکنیم برنامه امشب رو. بچه‌ها ما با همدیگه به 5 جلسه از NLP پرداختیم که من اینجا با توجه به این که خب اجرای سمیناریم اجرای متفاوته و اجرای محتوام یه مدل دیگه است، تمام سعیم رو خواهم کرد که در اجراهای در واقع غیر حضوری بهتون محتوا ارائه بدم. در اجرای حضوری دیگه خودتون شاهد بودید. امیدوارم که رویداد 13/11 برای همیشه در ذهن شما، در جان شما، در جسم شما و در حس شما به یادگار بماند که این بزرگترین نیت من بود و ممنونم از تک تک شما عزیزانی که از اقصا نقاط ایران خودتون رو به ما رسوندید، از شمال تا شمال شرق، از شمال شرق تا شمال غرب، از خود شرق تا غرب، از جنوب تا خود شمال، از جای جای کشورمون اومدید و حس بی‌نظیری رو به من هدیه دادید. من تمام تلاشم رو کردم. حالا نقصایی داشتیم، قبول میکنم، در برنامه 18/12 براتون جبران میکنم. اگر آماده باشید بحثمون رو آغاز بکنیم. اساساً خود NLP چیست و این NLP قراره که چه کاری با ما بکند؟ NLP به لحاظ معنایی یعنی Neuro Linguistic Programming یا برنامه نویسی عصبی زبانی هست. برنامه نویسی از اون منظر یکی از اسمهای NLP است که ما از طریق عملکرد سیستم عصبی و سیستم زبانی کل بدنمون پروگرامینگ شده. NLP از نظر معنایی یعنی برنامه نویسی عصبی زبانی که 3 کلمه است من به شما گفتم، اما از نظر مفهومی بسیار مفاهیم گسترده‌ای دارد. NLP یعنی چی؟ NLP یعنی سیستم عصبی، یعنی همه جای بدن تو درگیر فرایند یادگیری است. اون دوستانی که در سمینار 13 بودن میدیدم من میگفتم مثلا دستتون حرکت بدید، بدنتون رو حرکت بدید. به خاطر چه چیز است؟ به خاطر این است که یکی از پیش‌فرض‌های NLP بر این بنا نهاده شده است که همه جای بدن درگیر فرایند یادگیری است. بنابراین انسانی که کاریزما دارد با انسانی که کاریزمای کمتری دارد 2 انسان متفاوت نیستند، هر دو شبیه همند اما انتخاب‌های متفاوتی از نحوه به کار بستن بدن دارند. پس بنابراین همه جای بدن درگیر فرایند یادگیری است. هر وقت اسم NLP آمد سرشاخه نام NLP که N است شما رو یاد نوروساینس یا در واقع علوم اعصاب نندازه یا کاگنیتیو ساینس رو شما بهش فکر نکنید. دقت کنید ما در NLP از واژه N یا نرون استفاده می کنیم، اما در اصل آنچه را که مطالعه می کنیم کلیت بدن است. ما کل بدن رو بهش نرون میگیم. کل بدن، از این رو معتقد هستیم همه جای بدن درگیر فرایند یادگیری است. NLP معتقد هست که ما از طریق
جاسازی اطلاعات در جای بدنمون میتونیم تغییرات عجیبی رو در خودمون و در جهان پیرامونمون ایجاد کنیم. NLP معتقده هر ژست یا هر حالت بدنی میتواند یک پیام جدیدی برای ذهن ایجاد کند. در NLP کما اینکه امروز به شما درس خواهم داد، هیچ جدایی معنادار، دقت کنید واژه رو، هیچ جدایی معناداری بین ذهن و جسم وجود ندارد. این دو دقیقاً همدیگر رو پشتیبانی میکنن. بنابراین زمانی که حالت بده، علتش این است که حالتت بده. حالت یا همان استیت که در جلسات یوتیوب در موردش آموزش داده بودم و این فیلم هم در یوتیوب برای شما بارگذاری خواهد شد، ما یاد دادیم استیت یا همان حالت یا وضعیت یعنی لحظه بودن من، نوع و سبک بودن من در لحظه، هماهنگی بین فکر و ذکر و جسم در یک لحظه که میخواد یک کاری انجام بده، بهش میگن استیت. از این رو اگر حالمون بده، حالتمون بده، یعنی آنچه به خودمون میگوییم، آنچه در ذهنمون میبینیم، آنچه در بدنمون نشان میدهیم، یک گفتگو، یک تصویربینی و یک احساس ناکارآمد هست. درست شد؟ پس NLP میگه همه جای بدن درگیر یادگیری است. پس تو نحوه نشستنت هم داره بهت کمک میکنه، تو نحوه راه رفتنت هم داره بهت کمک میکنه، تو نحوه صحبت کردنت، حرکات دستت بهت کمک میکنه. ما با یک انسدادی روبرو هستیم در حوزه توسعه و اون این است که ما با انسداد جسمی روبرو هستیم. اغلب کسانی که دچار استرس میشن، من در گذشته عادت داشتم، دست میاد پشت سر رو میخارونه. شما فکر میکنید با خاروندن اون مسئله آروم میشید. شما از دیدگاه NLP فقط آنچه بر شما فشار آورد، برای اینکه بتونید کنترل کنید، متوسل به بدنتون شد. شما موقع سخنرانی کردن اگر یک ایمبادیمنت یا همان مفهوم جسمیت رو نتونید رعایت بکنید، نمیتونید موفق بشید. من احمد نوری در تمام تئوری های خودم با قدرت پی به اثبات این مسئله میگردم که آنچه که ما داریم ذهن است یا جسم است و اثبات میکنم آنچه که ما داریم وجودمان است. این وجود اسمهای متفاوتی دارد، لیکن چیزی به نام روان، چیزی به نام ذهن، چیزی به نام جسم اسم نومینالایزیشن شدن. ولی هرچه هست وجود است، که تو وجود داری، که من وجود دارم. خب ذهن و روان و روح همه اسمایی هستن که بشر گذاشته تا بدونه که چجوری اینا رو مطالعه کنه. مثل این میمونه که مثلا من یه قفسه رو در یخچال اسمش گذاشتم قفسه A، هرچی قرصه اونجا میذارم، به این معنا نیست که ذاتاً اون قفسه اسمش Aه. من اون اسمو گذاشتم تا بدونم که تو اون قفس چه چیزی بذارم. پس بنابراین همه جای بدن درگیر فراینده یادگیری است. NLP میگه لینگویستیک یعنی چی؟ لینگویستیک یعنی زبان. دقت بفرمایید بچه ها، فرق است بین زبان و کلام، چون ما زبان رو در دو ساحت بررسی میکنیم: زبان کلامی، زبان غیر کلامی. دقت کنید، زبان کلامی، زبان غیر کلامی. آنچه که من میگویم در ساحت تکلم است، چون دارم صحبت میکنم، و آنچه که تو از من موقع صحبت میبینی در ساحت غیر کلامی است. پس اگر بگوییم لینگویستیک یعنی کلام، در اصل اشتباه و دچار یک مغالطه در معنا شدیم. لینگویستیک یعنی زبان. ما دو زبان داریم، زبان کلامی، زبان غیر کلامی. NLP میگه انسان‌ها از طریق زبان خودشون را پروگرامینگ میکنن. راستم میگه. آرتور شوپنهاور، فیلسوفای بسیار بزرگی، نیچه، آدمای تاثیرگذاری مثل ژان پل سارتر، آدمای تاثیرگذاری مثل سورین کیرکگور، همه اینها روی زبان تاکید کردن. اما یک فیلسوف نامداری که NLP مدیون اون هست، شخصی است به نام آلفرد کورزیبسکی. در اصل آلفرد کورزیبسکی لهستانی آمریکایی اثبات کرد اصلا NLP اول اسم آقای آلفرد کورزیبسکی روشش بود NL، P رو بعدا اضافه کردن، یعنی N و L مال آلفرد کورزیبسکی هست که امریکایی لهستانی است. ایشون هم مهندس بود، هم فیلسوفی که در حوزه زبان و معناشناسی کار میکرد. ایشون اومد یک مثالی زد، در یکی از کلاس‌ها من این مثال زدم.
اومد و به بچه ها آب نبات داد و گفت بچه ها بیایید این آب نبات رو بخورید، بسیار خوشمزه است. بعد از اینکه بچه ها آب نبات رو خوردن برگشت گفت که بچه ها آنچه که شما خوردید آب نباتی بود که مخصوص سگ بود و من اشتباها به شما دادم. اغلب بچه‌هایی که آب نبات خورده بودن بالا آوردن. و بعد ایشون اثبات کرد آن چیزی که تأثیر ایجاد می‌کند کلمه است که در قالب زبان مطرح می‌شود. اگر من با آنها نمی گفتم که این آب نبات مخصوص سگ است هیچ مشکلی نداشتیم، اما وقتی گفتم مخصوص سگ است این مشکلی به وجود اومد و آنها حالت تهوع بهشون دست. NLP میگه از طریق زبانت تو داری خودت رو پروگرام میکنی، برنامه نویسی میکنی، هم از طریق زبان کلامیت هم از طریق زبان غیر کلامی. پس دقت بکن. من در گذشته به خاطر شغلی که داشتم و اون فضایی که کار میکردیم فضاهای راحتی بود، ما شوخی‌های راحتی میکردیم، شوخی‌های خیلی عجیب غریب، در واقع مثبت 18 و اینا. بعد یه مدت یعنی 1-2 سال پیش به این نتیجه رسیدم که آنچه که من میگویم میبینم. یادداشت کنید لطفاً، آنچه که من میگویم میبینم. پس اگر آنچه را که میگویم میبینم، این گفتنه با دیدنه با هم عملیات مچینگ براشون اتفاق بیفته، پس من ذهنم را پر از آتشخال میکنم. دقت کردید؟ گریزی بزنیم به شمس تبریزی و گفتگوی او با حضرت مولانا. خدا چیست؟ خیلی خوب دقت بکنید. یا خدا کیست؟ خدا همانی است که وقتی اسم آن را بر زبان جاری میسازی چه تصویری در ذهنت میبینی. وای این دیوانه کننده است. چه تصویری در ذهنت میبینی وقتی میگی بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. آنچه که میبینی همان خدای بیرحم است، همان خدایی که شاهد و ناظر بر اعمال توست و میخواد کلا دهن تو رو سرویس بکنه. تو این خدا رو میبینی؟ یا آنچه که میگویی نامش را میگویی بر ذهن خود تصویری میبینی که او بخشنده و مهربان است؟ یا میبینی که او تو را خلق کرده و تو را به حال خود رها کرده است؟ تو چه چیزی میبینی؟ از شمس استفاده کردیم این رو. NLP هم دقیقا همینو میگه. آنچه که تو میگویی همان را میبینی. این امکان وجود داره. بعضی از آدما میپرسی بازار چجوریه؟ از این بازاریای عزیز میپرسی بازار، آقا بازار کلا خرابه. این کلمه خراب در ذهنش تصویری به وجود میاد که به چشم میام. پس او آنچه که در قالب کلمه گفته است خراب است، اما آنچه که در ذهن دیده است به چشم آمده است. آنچه که ملاک ما برای تشخیص و تصمیم است آن چیزی است که در ذهن میبینیم، نه آن چیزی که فقط در کلمه میگوییم، چون اینها با هم چینینگن، زنجیرن. دقت کردی؟ اینا به هم دیگه زنجیر شدن. من وقتی تصمیم گرفتم از کلمات درست استفاده کنم به ذهنم اجازه دادم تا ظرفیت ها و در واقع این پتانسیل های بیشتری برای توسعه من باز بکنه. دقت کنید، هر یک کلمه ای که شما بر زبان جاری می سازید 3 اتفاق را در درون شما میتونه ایجاد بکنه. 1، کلمه باعث می شود یا تصویر ببینید، 2، یا صدا بشنوید، 3، یا احساسی در بدنتون ایجاد بشه. پس دقت کنید. قسمت 3 P یا پروگرامینگ به ما داره آموزش میده. میگه زبان، دقت کنید، زبان محصول زبان محصول کارکرد سیستم عصبی است. یعنی کل سیستم عصبی کار میکنه تا زبان خودشو نشون میده. یک معنای، این معنای اولیشه، یک معنای ثانویه هم داره. زبان مسئول بازنمایی آن چیزی است که در ذهنت اتفاق افتاده. پس همه چیز ما مستقیما و غیر مستقیما به زبان ارتباط دارد. همه چیز ما مستقیما و غیر مستقیما به زبان ارتباط دارد. پس دقت باید بکنیم. این امکان وجود دارد که تو با من صحبت بکنی و بگویی بیا در فلانجا سرمایه گذاری کن و تو کاملا با نیت خیر، کاملا با یک پدیده در واقع فضیلت طلبانه داری با من صحبت میکنی، اما من چون ذهنم دچار ترجمه بسیار وحشتناکی شده است چه چیزی را انتخاب میکنم؟ این عجب آدم عوضیه،
این آدم آدم به در نخوریه، این آدم رو باید کشت، این آدم جلاده، این آدم باید از من اخاذی بکنه. دقت میکنید بچه ها؟ دقت میکنید؟ پس زبان میتونه برگره بگه خواهش میکنم بفرمایید، قابل شما رو نداره، درسته؟ ولی ذهن چی کار میکنه؟ میگه خیلی هم قابل داره، خیلی هم شما فلانید، خیلی هم چنانید. دقت کردی؟ پس زبان یه کار ثانویش بازنمایی ذهنه و حتی حذف کردن، حتی تعمیم دادن، حتی تحریف کردن. اینو یادتون باشه، متامدلینگ، بعداً بهتون درس میدم. کار اصلی زبان حذف و تعمیم و تحریفه. حذف میکنه، چون همه اون چیزی که تو ذهنت میگذره رو نمیتونی تبدیل به کلمه کنی. کار اصلی NLP باز کردن همین فیلترهاست، فیلترهای زبانی. حالا تعمیم و تحریف رو بعداً بهتون میگم. قسمت 3 گفتم P یعنی پروگرامینگ، یعنی برنامه نویسی. خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. میگه که وقتی عصب و زبان با همدیگه ترکیب بشن، یک فرایند یادگیری یا پروگرامینگ یا لرنینگ اتفاق میفته، یعنی همه جای بدن دریافت میکنه. واسه همینه، چون بدن دریافت و پروگرام شده، برنامه نویسی شده. اینجوری نشستی میگی هی بریم شما، خیلی دلم گرفته. بعد یه دفعه اینجوری میشی میگی ولش کن، کی حال داره؟ این پروگرام های تو هستن که به صورت ناخودآگاه خودشون رو به تو نشون